بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز خدا به ادامه درس قبلی ادامه میتیم. درس قبلی ما در قسمت پرسونالایز بخش تیمز و فونتس بود که را دیروز مکمل خواندیم. امروز این دو قسمت میخوانیم، بخش استارت مینو و تاسک بار. استارت مینو اینمی بخش است. همین تمام پروگرام هایی که از قبل در ویندوز می باشه یا ما انستال میکنیم یا نصب میکنیم، در اینمی قسمت به ما نمایش داده میشه. اینمی قسمت همش به ما نمایش داده میشه. در این قسمت میم سر از همین استارت مینوی خود بعض تنظیمات انجام میتیم، تنظیم میکنیم. در این قسمت شما میبینین اینی برنامه را به شکل گاشی نشان میده. در این بخش تنظیمات، بخش اولش show more tiles on start. اینمی بخش اگر روشن باشه یا آن باشه، اینمی برنامه را دگاهش هم میتونیم به شکل گاشی در این قسمت بیاریم. اگر این قسمت خاموش باشه، باز دیگه برنامه را ما در این قسمت نمیتونیم. مثلا به این شکل اینجا آوردن نمیتونیم. اگر ما اینجا باز روشن بانیم، هر پروگرام هم از رایت کلیک میکنیم پین تو استارت، اینجا که بزنیم باز در این قسمت به ما میایه. اگر باز بخوایم اینجا پس از قسمت پاک کنیم یا پنهان شد این قسمت unpin from start، این انتخاب میکنیم اون برنامه پاک میشه. بخش دومش show up list in start menu. یعنی برنامه هایی که نصب از خود ویندوز ما یا ما نصب کردیم زیاد، اونمو برنامه ها را در استارت منو به شکل لیست ما نمایش بده. یعنی اگر ما این قسمت روشن بانیم، اونمو برنامه را با ما نمایش میده به شکل لیست. این قسمت اگر این را باز ما لیست انتخاب نکنیم، هیچ قسمت نمایش نمیده. پس میم دوباره این را روشن میکنیم. در این قسمت شما متوجه هستین recently added. در این قسمت نشته است همین برنامه ها یا پروگرام هایی را که اخیراً ما نصب کردیم یا انستال کردیم، در این قسمت با ما میایه recently added که دو دانه پروگرام را ما نصب کردیم. در این قسمت استارت مینو در بخش تنظیماتش میگه اینمی برنامه هایی را که اخیراً تو نصب کردی اینمی را در قسمت استارت مینو نمایش بده یا نه. اینمی را اگر خاموش کنیم، باز در این قسمت با ما نمایش نمیده recently added files. این را اگر باز روشن کنیم، در این قسمت باز با ما باز دوباره نمایش میده. show most used applications. در این قسمت در بخش دومش most used. در ویندوز ما کدام برنامه را که ما زیاد استفاده میکنیم، مثلا ما زیادتر اینمی کپچر استودیو را یا نوتپد یا ویل سی پلیر را زیاد استفاده میکنیم. اینمی بخش most used یعنی زیاد استفاده کرده. بخش اینمی قسمت در بخش تنظیمات میگه در این قسمت با ما نمایش داده شوه یا نه. اگر ما روشن کنیم در اون قسمت با ما نمایش میده. در این قسمت اگر ما این را خاموش کنیم، باز در اینجا با ما اونمو بخش نمایش نمیده. قسمت پنهان شد. باز دوباره این را روشن میکنیم. show suggestion occasionally in start. در این قسمت بعض پروگرام های دیگه است اینجا به ما پیشنهاد شده این اینجا از A تا Z پروگرام های را که ما نصب کردیم یا از قبل از خود ویندوز نصب است، این اینجا به ما آمدن. این اینمی ها را میگه برای نمایش بده یا نه. اگر ما خاموش کنیم رو بخش ما نمایش نمیده، فعلا خاموش است. این بعض برنامه های است که ستینگ هاست که در خود ویندوز نصب است.
اونمو برنامه را در این قسمت ما پس دوباره روشن میکنیم به ما نمایش میده. بعضی مثلا آفیس است، بعضی پروگرام ها را. بخش دومش use start full screen. این بخش اگر ما روشن بانیم در تنظیماتش، اگر روشن باشه بازم استارت مینو را به شکل فول اسکرین به ما نمایش میده به این شکل. این قسمت کلش به ما نمایش میده. اگر این را خاموش کنیم پس دوباره به حالت عادی نمایش میده. show بخش دیگهش show recently opened items in jump list on start or the taskbar and file browser, file explorer, quick access. این بخش مثلا کدام برنامه را که زیاد ما باز کردیم در اخیرا، ما مثلا این برنامه recently یعنی میاره زیاد استفاده کردیم، most used یعنی میاره میگه اگه این روشن باشه واضح نمیده، در قسمت start menu هم نمایش میده و در قسمت start menu و در تاسک بار هم برات نمایش میده. در این قسمت در خود تاسک بار هم نمایش میده و در یک بخش دیگه است به نام quick access که او هم در بخش فولدر است. مثلا در اینجا میم این قسمت به نام کویک اکسس، این را که ما بزنیم همون برنامه هایی را که زیاد استفاده کردیم اگر این تنظیمات در این قسمت اگر روشن باشه بازنمون برنامه هایی را که ما زیاد استفاده میکنیم در این قسمت هم به ما نمایش میده، یا در استارت مینو یا در خود تاسک بر. در این سه بخش اگر این تنظیمات روشن باشه در سه قسمت به ما نمایش میده. اگر خاموش باشه باز در هر سهش نمایش نمیده. بخش پایانیش است choose which folder appear on start. در این قسمت بعض برنامه هاست در خود start مینو. در این قسمت مثلا documents است، downloads است، music، pictures. در این قسمت یعنی می بخش ها را ما از این قسمت در تنظیماتش انتخاب میکنیم که کدام بخش با ما در start مینو نمایش بده. برای فعلا setting هم document، downloads، music، pictures، videos کلش با ما اوجا نمایش میده. ما کلش هم میریم خاموش میکنیم بغیر از setting. حالا که بریم در start مینو در این قسمت کلیک کنیم ببینیم هیچ جا setting موجود نیست. پس دوباره میریم در قسمت start در این قسمت choose which folder appears on start. پس دوباره این میاره روشن میکنیم، کلش روشن میکنیم. حالا ببینید در این قسمت کلش با ما نمایش داده میشه. و این بخش آخرش اگر کدام فولدر شخصی که دارید او قسمت به وزیر باز میکنید یا به نام پرسونال فولدر برای خودت نمایش داده میشه. پس این ما خاموش میکنیم بک میریم تسکبار را بخوانیم شدید. بله فرمان است درس بدیم. نه اگر زیاد شده که درس زیاد است